زیرزمین خاموش. نویسنده محمد رضا رحیمی. فصل دوم. خانه‌ای بیرون از نقشه. سلام دوستان عزیزم. امیدوارم تا اینجای داستان رو دیده و شنیده باشید. لطفاً داستان رو تا انتها دنبال کنید. سابسکرایب، لایک و زنگوله فراموش نشه. داستان رو پیگیری کنید چون به تدریج جذاب‌تر میشه. خب، حالا بریم سراغ فصل دوم از داستان زیرزمین خاموش. روزهای اول بیشتر از آن که شبیه زندگی باشد، شبیه دوره‌ای گذرا برای زنده ماندن بود. زمان در آن خانه خاموش و کهنه کش می آمد. صبحها با صدای سرفه لیلا و ناله پنجره زهوار در رفته بیدار می شدند و شبها با صدای برخورد باد به شاخه‌های خشک درخت بادام به خواب می رفتند. البته اگر خوابی در کار بود. هیچ چیز آماده نبود، نه آب، نه برق، نه حتی جایی برای نشستن. تنها اتاقی که در آن پناه گرفته بودند بوی نم میداد. آب را باید از سر کوچه می آوردند و سقف چوبی آن هر چند دقیقه یک بار صدای خشخش میداد. گویی چیزی پشت آن حرکت می کرد. شاید موش، شاید هم فقط خیال. مسعود روز اول را با چک کردن لوله های زنگ زده گذراند. فلکه آب ته حیاط را پیدا کرد، با یک آچار قدیمی که از صاحبخانه قبلی جا مانده بود بازش کرد. صدای قلقل آب درون لوله ها آمد، اما در شیرها چیزی نچکید. یک بار دیگر همه را باز کرد. شیرها خشخش می کردند، اما بی حاصل. انگار این خانه سالها با آب قهر کرده بود. روز دوم در حالی که کف حیاط را با بیلچه می تراشید تا شاید راه فاضلاب را باز کند، صدای نوید از پنجره آمد. بابا، آب اومده؟ مسعود لبخند نصفه‌ای زد. لباسش خیس عرق بود، خاک به تنش چسبیده، کف دستش زخم شده بود. با دست اشاره کرد نزدیکه. عصر همان روز وقتی داشت شیر شکسته حمام را با یکی دیگر تعویض می کرد، ناگهان صدای تیز و ناگهانی آمد، مثل خشم ناگهانی یک مار زخمی. از دهانه لوله آب تیره‌ای بیرون جهید و توی سطل پلاستیکی ترک خورده ریخت. نوید با چشمان گشاد از شادی فریاد زد: آب اومد، آب اومد! اما مریم که همیشه از برادر کوچکش آرامتر و دقیق‌تر بود، آرام به سطل نزدیک شد، نگاهش کرد، بینیش را چین داد و گفت: این که گله، اینو نمیشه خورد. آب واقعاً گلالود بود، بوی آهن زنگ زده میداد، اما برای آنها بهتر از هیچ بود. مسعود سطل را گذاشت کنار، صبر کرد تا ته‌نشین شود، بعد با احتیاط نیمه بالایی را برای شستن ظرف‌ها استفاده کرد. خانه شبیه هیچ کدام از تصورات قبلیشان نبود، نه خانه آماده، نه حتی مکانی برای ماندن. فقط دیوارهای خاموش، ساکت، غریب. اما با این حال چیزی در دل مسعود میگفت باید بمانند. شاید همان حس مبهمی که روز اول وقتی برای اولین بار پا در این خانه گذاشت دلش را تکان داده بود. در روزهای بعد او تقریباً هر آنچه میتوانست با دست خالی تعمیر کند تعمیر کرد. از مغازه‌های زایاتی شهر لوله‌های دست دوم خرید، سرشیرهایی که کار نمی‌کردند را عوض کرد، فیوزهای برق را یکی یکی چک کرد. سیمکشی خانه درم برم بود. سیم لخت، کلید شکسته، پریزهای ترک خورده. او با دستان خودش یکی یکی تعمیرشان کرد. حتی در چوبی آشپزخانه که همیشه لق می‌زد و نیمه باز می‌ماند، با چوب شکسته‌ای که از سقف قدیمی انبار بیرون آورده بود، صاف کرد. هیچ چیز راحت نبود، اما کاری بودنش حس زنده بودن میداد. تا آن روز فرا رسید. مسعود آن روز بعد از ظهر، زمانی که باد سردی از سمت کوه می‌وزید و شاخه‌های درخت بادام مثل دست‌های استخوانی در باد تکان می‌خوردند، تصمیم گرفت انباری را هم تمیز کند. بچه‌ها در اتاق بازی می‌کردند. لیلا با پارچه‌ای در دست قابلمه‌ها را برق می‌انداخت. او با بیلی که از مغازه دست دوم فروشی خریده بود وارد انباری شد.
گرد و غبار هوا را سنگین کرده بود. قفسه چوبی چسبیده به دیوار، پوسیده و موریانه زده، هنوز سر جای خود ایستاده بود. قفسه پر بود از ظرف‌های شکسته، بطری‌های خالی، چند کیسه پارچه‌ای نم کشیده و تکه‌هایی از روزنامه‌های قدیمی که هیچ کدام تاریخ نداشتند. فقط عنوان‌های گم شده‌ای از اخبار فراموش شده. مسعود یکی یکی همه را بیرون کشید. سطل زباله‌ای آهنی گوشه انباری بود. آن را بلند کرد تا جابجایش کند که ناگهان پایش به چیزی سخت خورد. صدای خفه‌ای از کف زمین بلند شد، مثل برخورد چیزی تو خالی با جسمی سخت. نگاهش پایین افتاد. میان گرد و خاک و برگ‌های خشک یک آجر لق دیده میشد. با تردید خم شد، با سر بیل کمی آن را تکان داد. دید که به راحتی جابجا می شود، انگار که فقط به زور روی چیزی گذاشته شده باشد. آجر را برداشت، زیرش خاکی خشک و سفت بود. کفر انباری سفت و فشرده بود، ولی در همان قسمت خاک به نحوی غیرعادی نرم بود. مسعود با نوک بیل چند ضربه ملایم به زمین زد. صدای متفاوتی شنید، تق تق، انگار چیزی تو خالی آن پایین پنهان شده باشد. دلش لرزید، نه از ترس، نه از هیجان، چیزی در میانه این دو حس. حسی گنگ، شبیه وقتی که ناگهان حس می‌کنی چیزی از گذشته دوباره دارد سرباز می‌کند. او با دست شروع کرد به کنار زدن خاک. ردیفی از آجرها کاملاً با باقی کف متفاوت بودند. انگار بعداً اضافه شده باشند. مرتب، تراز و مثل درپوش. همه را با حوصله بیرون کشید. زیر آجرها لایه‌ای نازک از سیمان و بعد یک در چوبی کوچک نمایان شد. چوب تیره، کهنه و مرطوب بود. قفل نداشت، فقط لولاهای زنگ زده که با سالها رطوبت سفت شده بودند. مسعود به در نگاه کرد، بعد چکش کوچکش را برداشت. یکی دو ضربه نرم زد. لولا شکست. در با صدای شبیه ناله دور باز شد. بوی کهنگی و سردی مثل نفس موجودی خفته از زیر زمین بالا زد. مقابل پایش پله بود. پله‌های باریک و سنگی که به دل تاریکی می رفتند. پله‌ها سایه داشتند، سایه‌هایی بلند و سیاه. انگار سالها کسی پارویشان نگذاشته باشد. مسعود ایستاد. دست به دیوار گرفت. بوی نم، خاک، فلز زنگ زده و چیزهای دیگر، چیزهای ناشناس یک بار او را گرفت. نفسش سنگین شد. لحظه‌ای دودل بود. بعد آرام با همان بیقراری که آدم را به سمت کنجکاوی‌های خطرناک می‌کشند، قدم اول را برداشت. پله‌ها زیر پایش صدا می‌دادند، اما نه آن صدای تیز و شفاف سنگی که در خانه‌های تازه ساز می‌شنوی. صدا خفه بود، گرفته، شبیه ناله کسی که سالهاست حرف نزده و حالا ناگهان دهان باز کرده. مسعود آرام قدم برمی داشت. دستش را به دیوار می کشید تا تعادلش حفظ شود. دیوارها سرد بودند و زبر، از جنس سنگ ولی نه سنگی تراشیده و مرتب. سنگ‌های نامنظم و خام مثل تونلی زیر کوه یا دیواری که عجولانه ساخته شده باشد. هر قدم او را بیشتر فرو می برد به دل سکوت. هوا هرچه پایین‌تر می‌رفت، سنگین‌تر می‌شد. بوی خاک کهنه مخلوط با تندی زنگ آهن ته گلویش می‌نشست. پله‌ها 13 عدد بودند، نه بیشتر، نه کمتر. عددی که شاید به نظر بی اهمیت بیاید، اما در ذهن مسعود عدد 13 همیشه بوی گس اتفاق می‌داد. وقتی به انتهای پله‌ها رسید، در مقابلش فضای نسبتاً بزرگی گشوده شد. نور ضعیفی از روزنه کوچکی که در بالای دیوار تعبیه شده بود میتابید و فقط بخش‌هایی از اتاق را روشن می‌کرد. آنچه بیشتر از همه جلب توجه می‌کرد نظم فضا بود.
این زیرزمین آشفتگی و رهاشدگی انبارهای متروکه را نداشت. هر چیزی در جای خودش بود. در گوشه‌ای میز چوبی بزرگی دیده میشد که یکی از پایه‌هایش شکسته و با آجر صاف و زردی مهار شده بود. روی میز جعبه ابزار کوچکی قرار داشت، فلزی، رنگ ورو رفته که درش نیمه باز مانده بود. کمی آن طرفتر 2 صندلی چوبی پشت به دیوار با پشتی‌های گرد و روکش پوسیده‌ای که زمانی قرمز بوده. گرد غلیظی روی همه چیز نشسته بود، مثل پتویی نازک و ساکت. مسعود نزدیک شد، خم شد، به آرامی جعبه ابزار را باز کرد. پیچ روشتی زنگ زده‌ای بیرون آورد با نوار چسبی به دور دسته. بوی فلز کهنه انگار بوی خاطره قدیمی را بلند کرده باشد توی هوا پیچید. سمت چپ چند قفسه چوبی به دیوار نصب شده بود. کتاب‌هایی در اندازه‌ها و رنگ‌های مختلف، اما همه خاک گرفته و خمیده در قفسه‌ها دیده می‌شد. بعضیشان جلد چرمی داشتند، بعضی مقوایی، بعضی دیگر فقط دسته کاغذ زرد و ورم چرده بودند. مسعود یکی را برداشت، جلدی مشکی بی عنوان ورق زرد. خطهایی با جوهر آبی، نستعلیق، زیبا اما غیر قابل خواندن. تاریخ گوشه صفحه بهار 1336 و آنگاه نگاهش افتاد به گوشه سمت راست فضا، به صندوقچه فلزی بزرگی که کنار دیوار بر روی آجرهای صاف و خاک خورده جا خوش کرده بود. قفل داشت، قفلی بزرگ و سیاه، از آن قفل‌هایی که فقط در فیلم‌های قدیمی دیده می‌شد. روی آن اثری از زنگ زدگی بود، اما همچنان محکم. مسعود بی اختیار جلو رفت، خم شد. به آرامی دستش را روی قفل گذاشت. سرد بود و زبر، کوبید. قفل تکان نخورد. با 2 دست تلاش کرد بچرخاندش. فایده ای نداشت. سرش را برگرداند و آن طرف روی زمین چیزی توجهش را جلب کرد. یک اهرام فلزی شکسته ولی هنوز قابل استفاده. برداشتش. نفسش را در سینه حبس کرد، با اهرام به زیر قفل فشار آورد. صدایی خشدار بلند شد. اول تکان نخورد، بعد با یک فشار محکم صدای ترک پرداشتن آهن آمد. قفل شکست. در صندوقچه را بالا زد. صدای آهسته‌ای مثل باز شدن لوله‌هایی که سالها تکان نخورده بودند در فضا پیچید. داخل صندوق چیزی با دقت گذاشته شده بود. چند پارچه مخملی با رنگ‌های مرده، ارغوانی، سبز تیره، آبی نفتی. با دست یکی را کنار زد. زیرش کیسه پارچه‌ای بود که دهانش با نخ کنفی بسته شده. آن را برداشت، باز کرد. سکه، طلا. سکه‌هایی با نقش‌های غریب، ناشناخته، شبیه مهرهای قدیمی که در موزه دیده بود. چند عدد را کف دستش گذاشت. صدای برخورد فلزها با هم خوشاهنگ بود، مثل نوایی از آن سوی تاریخ. زیر کیسه سکه‌ها بسته‌های شمش طلا قرار داشت، کوچک، منقش به مهر قدیمی بانک. شمش‌ها براق نبودند، رنگشان مایل به سبز بود، از کهنگی یا شاید از سالها پنهان بودن در تاریکی. مسعود یکی را در دست گرفت. وزنش به نظر زیاد می آمد. شاید حدود 100 گرم. مطمئن بود. سنگینیش نجات و امنیت زندگی است. زیر شمش‌ها جعبه چوبی ظریفی قرار داشت. بازش کرد. داخلش جواهرات قدیمی بود. سنجاق سینه‌ای با نگین و یاقوت کبود، گردنبندی که به نظر می رسید متعلق به دوره سلطنتی باشد. انگشترهایی با زمردهای سبز و یاقوت‌های درشت. در انتهای صندوقچه دفترچه‌ای بود با جلد چرمی قهوه‌ای روشن نخدوزی شده که با خطی نستعلیق روی صفحه اول نوشته بود: یادداشت‌ها 1338. مسعود دفتر را باز کرد. دستخطی ریز، فشرده، دقیق. کلمات برایش آشنا نبودند، اما حس می‌کرد با کسی طرف است
که عمرش را صرف فکر کردن کرده. با کسی که می‌دانسته این صندوق روزی باز خواهد شد. عرق از بیجانیش شکید. دستش می‌لرزید، اما نگاهش برق می‌زد. نه برق طمع، برق زندگی، برق شروع، برق رهایی. مسعود روی زمین سرد زیرزمین نشسته بود، پاهایش جمع شده، صندوقچه نیمه باز روبرو، دفترچه چرمی در دست. احساس می‌کرد در دنیایی دیگه است، جایی بی زمان، جایی که هیچ صدایی جز ضربان قلب خودش شنیده نمی‌شد. نفس عمیقی کشید و بوی نم و فلز و خاک مرطوب در سینه‌اش چرخید. نه کسی آن بیرون می‌دانست کجاست، نه خودش می‌توانست باور کند چه یافته. احساسش چیزی میان ترس و وجد بود. شبیه کسی که به طور اتفاقی پرده یک تئاتر ممنوعه را بالا زده باشد. لحظه‌ای به ذهنش زد که همه چیز را سر جایش بگذارد و در را ببندد. اصلا دست نزند، بگذارد همانطور بماند. شاید نباید بازش میکرد. شاید. اما صداهایی از ذهنش برخاستند. صدای سرفه‌های شبانه مریم در خانه سرد. صدای پاهای برهنه نوید روی موزاییک خیس. صدای خودش وقتی هر شب حساب پولهای تهمانده کیفش را میکشید. نه، اینها حق او نبودند. اما حالی که تقدیر به در خانه‌اش آمده بود، چرا نگیرند؟ چرا رها کنند؟ دفترچه را بست و آرام همه چیز را به همان دقت اولیه در صندوق گذاشت. سکه ها را در کیسه، جواهرات در جعبه، شمشار و نابلای پارچه ها. انگار هنوز نمیخواست باور کند. میخواست وقت بیشتری بخواند تا با خودش کنار بیاید. بالا رفت. آرام. بی صدا. در چوبی زیرزمین را بست. آجرها را سر جایش گذاشت. خاک را رویشان پاشید و سطح زباله را دوباره سر جایش گذاشت. چند ساعت بعد وقتی هوا تاریک شده بود و صدای اذان مغرب از مسجد روستا به گوش می رسید، مسعود سر سفره نشست مثل همیشه. مریم با چهره‌ای خسته برنجی کمرنگ و تخم مرغ آبپز برای همه گذاشت. نوید با دستای روغنی لقمه می گرفت. لیلا ساکت بود. مسعود فقط نگاه می کرد. احساس می کرد در چشمای هر کدام جهانی پنهان هست که حالا شاید بتواند نجاتش دهد. شب وقتی همه خوابیدند با احتیاط در حیاط را باز کرد. بی صدا به ته باغچه رفت. در انواری را گشود و وارد شد. هوا هنوز بوی همان روز اول رو میداد. بوی تاریکی. انگار زیرزمین خودش زنده بود با نفسهایی کند و کهنه. باز پایین رفت. این بار صندوقچه را باز نکرد، فقط نشست. به دیوارهای سنگی خیره شد. به خود زیرزمین. ذهنش پر بود از فکرهایی که از هر طرف هجوم می آورد. اگر بفروشد چطور بفروشد؟ به چه کسی؟ اگر کسی شک کند؟ اگر مأمور بیاید؟ اگر همسایه ها چیزی بفهمند؟ فردا صبح اولین کارش این بود که به تهران رفت. با لباس ساده اش، با کوله‌ای کهنه به بازار رفت. به یک صرافی کوچک در کوچه‌ای فرعی. وانمود کرد یک سکه قدیمی تصادفی یافته. مرد صراف سکه را با ذره‌بین نگاه کرد. ساکت، دقیق. گفت این قدیمیه. خیلی. این یکی از سکه‌های بانک شاهنشاهیه. میخوای بفروشی؟ مسعود شانه بلند انداخت. اگه قیمتش خوب باشه آره. سکه را فروخت، نه به قیمتی رویایی، اما آنقدر که بتواند یک بخاری بخرد، پول نسیه‌های بقالی را بدهد، دست کم حمام خانه را تعمیر کند. شب با چند کیسه به خانه برگشت. لیلا تعجب کرد. این همه خرید؟ چی شده؟ مسعود لبخند زد. یه آشنای قدیمی یه کار معرفی کرده. فروش قطعات دست دوم دیجیتال. تعمیر موبایل. یه مغازه تو بازار تهران. لیلا ناباورانه نگاهش کرد، اما چیزی نگفت. فقط گفت خدا رو شکر که بالاخره یه چیز درست حسابی پیدا شد. تا چند هفته همین روند ادامه داشت. شبها به زیر زمین می رفت، چیزها را نگاه می کرد، لیست می نوشت. سکه ها را دانه دانه، انگشترها را یکی یکی. هیچ وقت بیشتر از یک قطعه نمی فروخت. هیچ کس نباید شک می کرد.
پولهای تازه آهسته وارد زندگیشان شد. یخچال تعمیر شد، پرده ها شسته شدند، پتوهای نو آمدند، لباس زمستانی برای نوید و مریم خرید. حتی یک تلویزیون کوچک برای شب‌هایشان. اما مسعود با اینکه ظاهرش عادی بود، دیگر همان آدم نبود. چشمهایش دقیق تر شده بودند. قدمهایش حساب شده تر. حالا مردی بود با رازی در سینه. رازی که به اون زندگی بدهکار بود. رازی که هر شب زیر آجرها می‌خوابید. زیر زمین حالا برای مسعود فقط یک فضای خالی زیر خانه نبود. تبدیل شده بود به قلبی تپنده‌ای در تاریکی. جایی که امید از دل خاک بیرون آمده بود. هر شب وقتی همه خواب بودند و نفس‌های نوید و مریم در خواب سنگین هماهنگ بالا و پایین می‌رفت، مسعود با همان احتیاط همیشگیش از روی موزاییک‌های لق عبور می‌کرد، در چوبی را باز می‌کرد، آجرها یکی یکی جابجا می‌کرد و به عمق شب پایین می‌رفت. اما حالا نگاهش به زیرزمین فرق کرده بود. پیشتر آنجا را صرفاً یک کشف ناگهانی دیده بود، محفظه‌ای پنهان با گنجینه‌ای فراموش شده. حالا اما با وسواس به جزئیات دقت می‌کرد. چشمهایش دنبال چیزهایی بود که در نگاه اول به چشم نمی‌آمد. گوشه‌های دیوار، خطوط روی سنگ‌ها، حتی قطر ترک‌هایی که در بعضی جاها تا زمین امتداد یافته بودند. یک شب زیر نور چراغ قوه کوچکش متوجه شد یکی از موزاییک‌های کف اتاق کمی از بقیه بالاتر است. نه اونقدر که فوراً جلب توجه کند، اما برای کسی مثل او که حالا هفته هاست هر شب به این اتاق می آمد غیر عادی بود. با دقت لبه موزاییک را بالا کشید. زیرش فضای کوچکی بود، یک حفره دستساز نه چندان عمیق، و درون آن چیزی که ابتدا فکر کرد تکه‌ای فلز زنگ زده است، اما بعد فهمید یک قطعه کوچک مسی پیچیده شده در کاغذی روغنی با خطوطی کهنه و ناخوانا. کاغذ را باز کرد. نقشه بود، یا بهتر است بگوییم چیزی شبیه نقشه با خطوط مواج و اشکالی که معلوم نبود واقعیاً یا رمز. کلمات با خط شکسته و مرکب قهوه‌ای نوشته شده بودند. هرچه بیشتر نگاه می‌کرد، چیزی درونش بیشتر می‌لرزید. آیا این ادامه همان راز بود یا فقط تخیل او که از شدت خستگی و اضطراب به توهم رسیده؟ مسعود کاغذ را تا کرد و با خود بالا برد. شب را تا صبح در اتاق نشیمن نشست، چراغ را روشن نگه داشت، نقشه را بارها باز و بسته کرد، اما جز خطوط مبهم چیزی نمی‌فهمید. انگار برای رمزگشایی نوشته شده بود. انگار قرار نبود هر کسی هر وقت آن را بخواند. با خودش گفت فعلا دست نزن، الان وقتش نیست، و کاغذ را در همان جعبه چوبی کنار دفترچه گذاشت. صبح که هوا روشن شد مثل همیشه بیدار شد. نان تازه گرفت، برای مریم شیر خرید. لیلا با تعجب گفت این همه زود بیدار شدی؟ اتفاقی افتاده؟ نه، فقط یکم کار دارم، باید برم بازار. شایدم برم یه جایی برای یه سفارش. زیر چشمی به اون نگاه کرد. چیزی نمی گفت، اما در نگاهش آن اضطراب آرام گرفته بود. چیزی در رفتار مسعود تغییر کرده بود. این را لیلا حس می کرد، حتی اگر نمی فهمید دقیقاً چیست. در بازار دیگر مثل روزهای اول گیج نبود. حالا با دقت در صرافی‌هایی که تخصصشان سکه‌های تاریخی بود گشتی می‌زد. از زبان فروشنده ها یاد می‌گیره که چه سکه‌ای مال کدام دوره است، کدام انگشتر به دربار قاجار مربوط است، کدام مهر نشان سازمان دولتی است و کدام جعلی. آرام آرام چیزی شبیه دانش برایش شکل می‌گیره. بعضی شب‌ها فقط برای دیدن اشیای صندوقچه پایین می‌رفت. حتی کاری با آنها نداشت. نگاهشان می‌کرد، لمسشان می‌کرد. گاهی فقط می‌نشست و با دفترچه کوچک خطها را با انگشت دنبال می‌کرد. از بعضی کلمات چیزهایی می‌فهمید، مثلا حک شده در سال 5 پهلوی، یا این سکه از ناصرالدین شاه غنیمت گرفته شد. فکر می‌کرد اینها از کی اینجا بوده؟
چرا توی انباری ته خانه متروکه دفن شدن؟ کی اون صندوق رو گذاشته اون زیر؟ چرا؟ گاهی فکرهاش سمت خطر میرفت. مثلا اگر کسی دنبال اینها بیاید چه؟ اگر صاحب قبری هنوز زنده باشد؟ اگر اینها اموال کسی باشد که بعدها خانواده‌اش دنبالش بگردند؟ اما بعد به خودش دلداری میداد اگه قرار بود کسی دنبالش بیاد تا حالا 100 بار اومده بود. او دیگر فقط مردی نبود که میخواست خانه اش را گرم کند یا لباس بخرد. حالا خودش را بخشی از رازی میدید که نه فقط آینده اش بلکه گذشته کسانی را در خود دفن کرده بود و این راز هنوز همه خود را نشان نداده بود. با گذشت روزها مسعود کم کم به ریتم تازه‌ای از زندگی خو گرفت. صبحها زود بیدار میشد، وانمود میکرد برای کار بیرون میرود، عصرها با کیسه‌ای از بازار یا مغازه‌ای برمیگشت. اما شب برای او چیز دیگری بود. شب زمان فرود به زیر زمین بود، زمان راز و کشف. با چراغ قوه‌ای کوچک پله‌ها را یکی پایین می‌رفت. سعی می‌کرد حتی صدای نفس‌هایش را کنترل کند. دیگر مسیر آشنا شده بود، اما همچنان به چیزی در تاریکی احترام می‌گذاشت. به سکوت، به خاک، به آن گذشته نامعلوم. صندوقچه حالا هر شب جلویش باز می‌شد، ولی دست نمی‌زد. فقط نگاه می‌کرد. گاهی فقط با بند انگشت روی سطح صاف و سرد شمش‌ها می‌کشید. حس می‌کرد گرمایی دارند. یا شاید خیال خودش بود. به دفترچه باز می‌گشت. خطها رو می‌خواند، یادداشت می‌کرد، سعی می‌کرد نظم و ارتباطی پیدا کند. گاهی کلماتی روشن می‌شدند. صندوق دوم، درگاه پنهان، مهر سبز. اینها را در دفترچه خودش یادداشت می‌کرد با تاریخ. اما چیزی نمی‌نوشت که اگر کسی بعدها دفتر را دید بفهمد چه در دست دارد. فقط برای خودش. کدهایی ساده و امن. گاهی خسته می‌شد. روی زمین می‌نشست. تکیه می‌داد به دیوان سنگی و فکر می‌کرد. چشمهایش در نیمه تاریکی به چیزهای خیره می‌ماندند که دیگران شاید اصلاً نمی‌دیدند. یک خراش روی سنگ، رد خاکی که انگار کسی پیشتر آنجا نشسته. حتی بوی رطوبتی که هر از گاهی انگار تغییر می‌کرد. یک شب حس کرد بوی شبیه گل محمدی در فضا پیچیده. خیلی ضعیف، خیلی گذرا. بو کشید چیزی نبود، فقط نم. گاهی به خودش میگفت نکنه اینجا یه بخش دیگه هم داره؟ شاید این فقط یه اتاق از یه فضای بزرگتره. فکرش به راهروهای مخفی رفت، به فیلم‌هایی که در کودکی دیده بود یا کتاب‌هایی که ورق زده بود. هرچند خرافه باور نبود، ولی ذهن آدم وقتی تنهاست جای عجیبی است. روزی از همان روزها وقتی از بازار برگشت، بچه‌ها توی حیاط بازی می‌کردند. صدای خندشان از میان دیوارهای ضخیم و خاموش خانه می‌گذشت و به گوشش می‌رسید. ایستاد، به آنها نگاه کرد. نوید سعی می‌کرد با یک شاخه خشک چیزی شبیه شمشیر بسازد. مریم برایش تاجی از برق‌ها درست کرده بود. لیلا لبخند می‌زد. در آن لحظه مسعود حس کرد چیزی را نجات داده یا در حال نجاتش است. نه فقط خانواده‌اش، بلکه خودش را. انگار این راز، این صندوق او را از چیزی فراتر از فقر بیرون کشیده بود. از بی‌معنایی، از فروپاشی درونی، از اون حس بی‌وزنی که ماها، شاید سالها دچارش بود. اما هنوز نمی‌توانست مطمئن باشد که ماجرا فقط همین است. نمی‌توانست مطمئن باشد که همه راز فقط در همین صندوق خلاصه شده. نه، زیرزمین هنوز راز داشت. حسی مثل تپش قلب هنوز در آن فضا جریان داشت. آن شب زیرزمین سردتر از همیشه بود. مسعود کاپشن نازکی پوشیده بود، اما سرمای خاصی در فضا پیچیده بود. بوی خاصی هم می آمد. چیزی میان خاک و روغن سوخته. ایستاد، به سقف نگاه کرد. روزنه بالای دیوار انگار بازتر شده بود یا فقط به نظرش می رسید. دوباره نشست. یادداشت‌هایش را مرور کرد. چند خط تازه پیدا کرده بود.
صندوق نخستین در دل خانه خاموش پنهان است. دیگران را نخواه دیدن آن که هر دیده دل بخواهد. مهر سبز کلید است. مهر سبز؟ تا به حال چنین چیزی ندیده بود. دوباره داخل صندوق را گشت. زیر جواهرات میان کاغذهای قدیمی چیزی نبود. ولی شاید منظور از مهر چیزی نمادین بود. شاید یک نشانه، یک شمایل، یک شیء. یادش افتاد یکی از سکه ها پشتش رنگ سبز داشت. سبزی تیره، کهنه، چیزی شبیه زنگ زدگی نبود، بیشتر مثل نقاشی. آن سکه را از جعبه بیرون آورد، با دستمال پاکش کرد. نقش گنگی رویش بود، شاید یک گیاه یا پرنده یا فقط خیال. باید کسی را میدید که این سکه ها را بشناسد، کسی که رازها را بفهمد، ولی بی سر و صدا. پیدا کردن چنین کسی آسان نبود. اما مسعود حالا آدم آن روزهای اول نبود. ترس جایش را داده بود به احتیاط، خستگی به وسواس. او حالا با رازش زندگی می کرد، مثل کسی که طلا در خاک پنهان کرده و می داند روزی باید خاک را کنار بزند. و هنوز در دل آن زیرزمین خاموش چیزهایی بود که خودش را نشان نداده بودند. خب دوستان عزیز، امیدوارم تا اینجا همراه من بوده باشید. در ادامه داستان هیجانات و تنش‌های زیادی را خواهید دید. لطفاً با ما همراه بمانید. و لایک، کامنت و سابسکرایب را فراموش نکنید. تا فصل بعدی، خدا نگهدار.